بینندگان عزیز، رادیو آزادی به همین زودی‌ها نمایش برنامه نوی را آغاز می‌کند. درباره جزئیات طرح جدید در ادامه صحبت خواهیم داشت، اما قبل از آن به پاره از این برنامه توجه کنید. از تقسیم بخارا به سه کشور خود تاجیکان بردند یا باختند. این تعرضی هنوز از زمانهای باز هم قدیم‌تر تشکیل شدگی بود. هجوم مسلحانه بود. مردم دیگر نمی‌ترسند. طور دیدید برنامه نوی ما گپی آزاد نام دارد و شما هم بینندگان گرامی میتوانید در آن شرکت کنید و یا در تهیه‌اش سهم گذارید. گپی آزاد بحثی آشکارا دایر به موضوع داغ روز یا یگان مشکلات در جامعه است. متخصصان و دانشمندان و یا افراد آگاه درباره این یا آن مسئله مهم گپ میزنند و اگر راه حل بود پیشنهاد میکنند. با همکارم مومن احمدی که از مجری برنامه اول است صحبتی داشتم و نخست از او خواستم هدف و محتوای گپی آزاد را بگوید. تشکر شهلا. واقعا این برنامه هدفش بر راه انداختن بحث و گفتگوها دایر به موضوعهای گوناگون در جامعه تاجیکستان است، چی از حیات امروز، چی دایر به وضع زندگی مردم عادی و مهاجران تا به سیاست‌هایی که در زندگی آنها نقش دارد و برای دراز مدت تاثیر می‌گذارد. هدف دیگری ما بر راه انداختن بحث و گفتگوی آزاد و با احترام به عقیده و اندیشه های همدیگر است، نه مثل آن بحث هایی که در فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی میبینید که بدشنام و حقارت و توهین و تحقیر به همدیگر میپیچند. ما به برنامه افراد آگاه، متخصصان و دانشمندان و یا فردی عادی را دعوت میکنیم و نظر و اندیشه های آنها را میپرسیم و واقعا بینندگان عزیزی شما هم میتوانند موضوع پیشنهاد کنند که درباره چی بحث کردن میخواهند و یا میخواهند درباره کدام مسئله بیشتر بدانند. تشکر مومن. برنامه نخستین کی است و بینندگان در کجا میتوانند آن را تماشا کنند؟ نخستین برنامه گپی آزاد روز 2 سپتامبر پخش می شود و درباره یک صحنه تاریخی است که به گفته ایده تاجیکان را از میراث زیاد محروم کرد و به عقیده دیگر به تأسیس تاجیکستان حاضره و مستقل اساس گذاشت. آن هم 100مین سالگرد انقلاب در امارت بخارا یا غصب امارت از طرف روسیه و سپس به کشورها تقسیم کردن آن است. برنامه گپی آزاد مثل همین برنامه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود و هم وبسایت azadi.org. ما سعی میکنیم حداقل هفته یک بار برنامه را ثبت و نشر کنیم و امیدواریم به بینندگان خوش می آید و خوشحال می شویم که اگر نظر و اندیشه هایشان را به ما بفرستند. خب ما نیز امیدواریم. مومن احمدی همکار ما بود که درباره لایحه نوی رادیو آزادی با نام گپی آزاد تفصیلات داد. منتظر نشر برنامه خواهیم بود.